همونطوری که میدونید مهارت مکالمه در زبان فرانسه همواره یکی از چالش‌های اصلی افراد توی یادگیری این زبان بوده و هست و ما توی آموزش درس مکالمات تجاری و بازرگانی به زبان فرانسه قصد داریم مهارت‌های واژگانی و مکالمه شما رو تقویت کنیم تا بتونیم با یادگیری اون به سطح مناسبی توی این مهارت برسیم. برای درک کامل مباحث و مفاهیم مربوطه میخوایم با هم یاد بگیریم که در موقعیت‌های مختلف کاری و شغلی از چه واژگانی و به چه صورتی استفاده کنیم. همینطور نامه‌ها و ایمیل‌های اداری و کاری رو با چه فرمتی و بر چه اساسی تهیه کنیم تا بتونیم شغل و حرفه خودمون رو ارتقا بدیم و توی بازار کار از رقبای کاری و تجاریمون جلو بیافتیم. علاوه بر ویدیوهای آموزش، تمامی اسلایدها هم در اختیار شما قرار میگیرن و میتونید در زمان یادگیری نکات مورد نظرتون رو بهشون اضافه کنید. من ریحانه ابراهیمی هستم، مدرس آموزش زبان فرانسه. امیدوارم این آموزش به ارتقای دانش و مهارت شما در زمینه مکالمات تجاری و بازرگانی کمک کنه. اگر آماده هستید با قدرت بریم که یادگیری رو شروع کنیم.